دوستان عزیز، حالتون چطوره امروز؟ حالتون خوبه؟ سلامتی؟ خب امروز میخوام در مورد یه سری کلمات پرسشی با هم دیگه صحبت کنیم و اینکه در زبان انگلیسی وقتی که میخوام از کلمات پرسشی مثل چه وقت، کجا، چه چیزی، چه کسی و اینا استفاده کنیم، باید اونا رو در قالب یک فرمول خاصی قرار بدیم. حالا اگر با من موافق هستید و این فیلم و محتوای این فیلم رو میپسندید، حتما با ما در ادامه همراه باشید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره، خواهشاً. دوستان عزیز، فرض کنید ما یه جمله‌ای داریم و میخوایم اون جمله رو در قالب با استفاده از کلمات پرسشی یه سری سوالا بپرسیم. درسته؟ حالا من چند تا کلمه پرسشی اینجا می‌نویسم، شما با من همراه باشید. ببینید کلمات پرسشی مثل when, who, where و what. کلمات زیاد داریم و why حالا هم هستش. ببینید این کلمات رو بهشون میگن کلمات پرسشی یا کلمات WH question. چرا که در ابتداشون WH هر کدومشون اگه نگاه کنید اینا هستن. WH question بهشون میگن. حالا ما یه جمله داریم میخوان با استفاده از این چند تا کلمه کلمات پرسشی و سوالات پرسشی بسازیم. مثلا میخوام بگیم که the tourists will visit Shiraz next week. خب ما این جمله رو داریم، درسته؟ میخوان با استفاده از این کلمات سوالای پرسشی بپرسیم. خب کلمه مثل از هو شروع میکنیم. از هو یعنی چه کسی؟ چه کسی؟ when یعنی چه موقع؟ where یعنی کجا؟ what یعنی چه چیزی؟ و why یعنی چرا؟ خب حالا ما میخوان این جمله بالایی رو با استفاده از این کلمات پرسش حالت پرسشی ازشون بخوان. خب همونطوری که میبینید when، کلمه when یعنی چه موقع، قید میشه در واقع در جای به جای چی قرار میگیره؟ به جای قید زمان قرار میگیره. درسته؟ خب میخوام بگیم که مثلا توریستا کی و چه موقع به شیراز خواهند رفت. برای انجام این کار ونو در ابتدای جمله قرار میدیم. ون در ابتدای جمله قرار میگیره. سپس فعل کمکی ویل میاد. بعد از اون فاعل قرار میگیره. فاعل اینجا میشه توریست. When will tourists، بعد فعل میاد. شیراز اما داریم اینجا که میشه قید مکان و یه دونه علامت سوال میذاریم آخرش. اوکی؟ چی شد؟ پس کلمه پرسشی رو ما داریم، فعل کمکی وی رو میاریم اینجا قرار میدیم. توریست یعنی فاعل، ویزیت. نگاه کنید بین فعل کمکی و فعل اصلی فاعل قرار بگیره. فاعل اینجا من مشخص کنم براتون. در ابتدا کلمه پرسشی میاد،
بعدش فعل کمکی ویل، بعد از اون فاعل، بعدش فعل میاد، خود فعل به حالت ساده میاد و سپس قید مکان. این همیشه قید مکان. خب یه بار دیگه when will tourists visit شیراز، یعنی چه موقع چه زمانی گردشگران از شیراز بازدید خواهند کرد. اوکی؟ خب بریم کلمه بعدی، کلمه who. از کلمه who استفاده کنیم. ببینید کلمه who همونطور که از اسمش هم پیداست، از معنیش پیداست، یعنی چه کسی، کی و چه کسی در جای و به جای فاعل جمله قرار میگیره. فاعل جمله این بالا دقت کنید، این بالا فاعل جمله میشه توریست. در نتیجه میاد به جای همین توریست قرار میگیره. خب من اینجا می‌نویسم who، بعدش فعل کمکی ویل میاد، who will. بعد فاعل ما نداریم. چرا فاعل نداریم؟ چون who اومده جای فاعل نشسته. بعد از ویل خود ویزیت میاد، خود فعل میاد. who will visit شیراز next week. علامت سوال. اوکی؟ خب نگاه، پس چی شد؟ پس هو کلمه پرسشی هستش که به جای فاعل جمله قرار میگیره. Who will visit شیراز next week. تفاوت این جمله با جمله بالایی همین بود دیگه. این جمله بالایی فاعل داره، به این دوتا جز قرار میگیره. منتها اینجا چون کلمه پرسشی هو به جای فاعل میشینه، یه فاعل اینجا نداریم. اوکی؟ خب بریم کلمه بعدی، از کلمه ور میخوام استفاده کنیم. ببینید ور یعنی کجا، به جای قید مکان قرار میگیره. قید مکان در این جمله میشه شیراز. اوکی؟ خب با هم تمرین کنیم. میگه که ور، خب سپس ویل میاد. اوکی؟ بعد فاعلمون میاد، بعد فعل اصلیمون میاد که اینجا میشه ویزیت. بعد اینجا قید مکان نداریم، قید زمان در انتهای جمله قرار میگیره. next week. اوکی؟ علامت سوال. خب یه باره با هم مرور میکنیم. میگه where will the tourists visit next week. اینجا قید مکانمون دیگه افتاده. چرا؟ چون کلمه پرسشی where بیاد به جای قید مکان قرار میگیره. خب بریم وات هم تمرین کنیم. وات اینجا خیلی کاربردی نداره. چرا؟ چون به مفعولی نیاز داره که مفعول شی باشه. اینجا ما مفعول شی نداریم. اوکی؟ خب از وای میخوام استفاده کنیم. وای میشه استفاده کرد. چجوری؟ به این شکل که من خدمتتون میگم. خب وای در ابتدای جمله بازم وای، سپس ویل میاد. اوکی؟ چرا وای وقتی که میگیم وای دوستان دقت کنید، وقتی که میگیم وای به دنبال دلیل و ریزن میگردیم، دلیل انجام یک کاری. میخوام بگیم که چرا گردشگران میخوان هفته آینده به شیراز مثلا سفر کنن، درسته؟ به دنبال دلیلش میگردیم. خود اشکال نداره. میگیم که why will the tourists فعلمون میاد، بعدش visit، بعد قید مکان که شیراز هستش
next week هم قید زمان هستش. next week علامت سوال. اوکی؟ خب یه بار دیگه ببین میگه که why will the tourists visit Shiraz next week. چرا گردشگران میخوان هفته آینده برن مثلا شیراز؟ این به دنبال دلیل هستش. وقتی میگن که چرا، به دنبال دلیل انجام یک کاری هستش. یه نکته آخر هم که باید در نظر داشته باشید اینه که این جملاتی که ما الان اینجا ساختیم با زمان آینده ساده بودش. چرا و به چه نشانه‌ای؟ به این دلیل که ما از ویل و شکل ساده فعل استفاده کردیم. زمان آینده ساده رو فرمولش رو حتما من فیلمش رو گذاشتم، حتما برید این فیلم رو دنبال کنید. پیروز و موفق باشید.